حضرت گفتم وقتی من بودم نزد در جنت، نگاه کردم سیله سیله مردمی که جنت می‌داره همه فقیرها و مسکین‌ها بودن. همه فقیرها و مسکین‌ها بودن. و اصحاب الجد محبوسون. نگاه کردم بندگانی که در دنیا مالدار و پولدار بودن، اینها را در یک گوشه حبس کردگی بودن. اینها برای حساب مال دادنشون در یک گوشه که حبس بودن. و اصحاب النار امر به الی النار. نگاه کردم که اونهایی را که حکمشون به جهنم برآمدگی بود، اونها را جهنم بردیستن. زندگی خوب و زندگی نیکش نصیب گردانا. آمین. آینده خدا از بینشون دو فرزندایی که هم صورتی خوب و هم سیرتی خوب داشته باشن، خدای مهربان نصیبشون گردانا. در این محفل معرکم برادر ما حاجی لطفالله که به این سبب شیدن و گفتم مقصد در این محفل اشتراک کنیم. خیلی برادر گرامی هستن. خداوند حاجی لطفالله هم عمر دراز، ایمان کامل، آمین. میل و محبت شه خدای مهربان باز هم به سوی دین هدایت گردونی. بچه کش خدا عزیزی وفات بالا دیده همون باشه. برادر عزیز، من هم خیلی در نوبت خودم یک حدیث پیامبر میخوانم. خوبی پیامبر نازنین ما چی گفتن؟ راوی حدیث حضرت اسامه هست و حدیث هم امام بخاری روایت کرده است و هم امام مسلم، هر دوشان. حدیثی متفق علیه. حضرت اسامه میگه من از پیغمبر نازنین شنیدم. خیلی بنده‌های نیکبخت بودن که در حضور حضرت بودن، در عصر حضرت زندگی کردن و پیغمبر نازنین در یک جا نشستن. گوییم چیزی که شما ما را گوش میکنین، اونها همون پیغمبر نازنین را گوش میکردن. و حتی در امام ترمذی در باب فضیلت همین خودی پیغمبرمون حدیث دیدم که پیغمبرمون گفته بود است که اگر دستی من در دست کدامی از شما رسید یا دستی من اگر در گردن کدامی از شما رسید، با اون موضع ها آتش جهنم کار ندارد. چقدر مقصد بنده های خوبی خدا بودن. حضرت اسامه میگه از پیغمبر شنیدم که گفت که کنت علی باب الجنه فاذا آمت من دخلها المساکین و اصحاب الجد محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار و قمت على باب النار فاذا آمت من دخلها النساء. برادر عزیز، حضرت گفتم وقتی من بودم نزد در جنت، نگاه کردم سیله سیله مردمی که جنت می‌داره همه فقیرها و مسکین‌ها بودن. همه فقیرها و مسکین‌ها بودن. و اصحاب الجد محبوسون. نگاه کردم بندگانی که در دنیا مالدار و پولدار بودن، اینها را در یک گوشه حبس کردگی بودن. اینها برای حساب مال دادنشون در یک گوشه که حبس بودن. و اصحاب النار امر به الی النار. نگاه کردم که اونهایی را که حکمشون
با جهنم برآمدگی بود، اونها را جهنم بردستند. و قمت علی باب الجنه، باب نار، و آمدم نزد دروازه دوزخ، فاذا عامت من دخلها النساء. دیدم توده مردمی را که جهنم می‌درورند عبارت از زنها بودند. برادران عزیز و گرامی، در این حدیث بینین ما با چند نوع مردم در میدان قیامت معلومات پیدا کنیم. در میدان قیامت با چند مردم معلومات پیدا کنیم. نگاه کردیم که مردمی که جنت می‌درویند توده مردمی فقیر و مسکین بودند. با مردمی که در دنیا صاحب مال و ملک بودند، اینها در یک طرف حبس شده بودند. دیدیم که نفرهایی که حکمشون به دوزخ برآمده بود، حالا که را پیشانداز که برده بودند. و دیدیم که نفرهایی که دنبال اونها داخل جهنم می شدند عبارت از زنها بودند. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا ما حدیث های دیگر این داریم برای تقویت این سخن پیامبر که حضرتان الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. حتی پیامبر ما گفتن میدونین که فقیرها و مسکینها پیش از مردم مالدار و 500 سال پیش داخل جنت میشوند. و 500 سال پیش. ولی شاید این دنیای های برادرها که ما یک آدم مالدار را ببینیم که کم تا شرایط دورای میگیم ای انگمی پولدار نشیدیم، نشیدی امی کم بغلی. چی میدونیم که بین در زیر کم بغلی چی مثال حکمت های، چی خوبی های برادر عزیز نگفته های، چقدر خیرهای زیادی در داخل این فقر هم. ای وقتش مردم تاجیک ما یک بعضی همی سخنکایی بگیم بین عاموی داشتیم و معنای کلان داشتند که همون نیم پاره نان راحتی جان، یک تایی نان آفتی جان یا بلای جان میگفتند. لیکن به هر حال برادر عزیز فقرم اگر تاریخ پیامبران را نگاه کنیم، غیر حضرت سلیمان دیگر هیچ پیغمبری را از جمله پیغمبرهای مالدار نمی‌بینیم. و اگر توده نفرهایی که در گرد حضرت هم جمع شدند همه مردم فقیر بودند. یعنی ما حق نداریم که نسبت یک آدم نادار و بی‌شرایط بسیار با یک چشم حقارت نگاه کنیم. حتی بگیم که هسته که بعضی آدم که خیلی را خدا زدگی های. من والله با گوشای خود مشیدگیم که کم بغل مردم میگه را خدا زدگی های. حتی یک مالدار در بازار با چشم خیلی در دستکشون تا یک پچکای پول بود اگه خرید کیسته، خیلی بعضی آدم اگه مال برداشت کنه میتونه که در دستش هم پچکای پول هایی هم خیلی خریدیسته. یک کس آمده بیچاره پیشش مقصد دویده که خیلی سکم تا از سومی ناچیزش داده دست برداشت گوده ایگو در خیمه در خدا که این حالت ببرای در خدا که این حالت ببرای. برای همین برادر عزیز و گرامی حضرت مولا میگو به حضرت بود دائم حبی درویش. اما پیامبر نازنین تا میگه درویش ها را دوست میداشت. به حضرت بود دائم حبی درویش. تو چون اقرب زنی درویش رو نیش حتی چی درد داریدن که همو بگیم کجدون باری میگه درویش ها را مقصد نیش میزنی. برای همین برادرای عزیز و گرامی حضرت گو من دیدم توده مردمی که داخل میشید فقیرها بودن، مسکین ها بودن. بعد از آن پیامبرمون اصحاب الجد محبوسون دیدم مردمی که در دنیا خیلی مال زیاد داشتن
اونها را حبس کردگی بودن. اونها باید که مقصد از اونها معلومات بگیرن، از اونها حسابات میگیرن که این قدر مقصد مالی که به دست شما از کجا آمد، منبعش میبینن، منشأ درآمد میبینن، از کجا آمدگی. چیزی که در حدیث ها آمده است که ای مالدار دو سواله، یکی از کجا مال آوردی، در کجا صرف کردی. برادرای عزیز، این به خدا قسم چیزی آسان نیست. این حسابات پیش این مخلوق های جا نیست که با این پشتک چور تنگش بتی جونت خلاص شود. اونجا حساب های جدی های. اونجا حقیقتا حسابی که در عوضش ما و شما یا رحمت میشنویم یا به غضب گرفتار میشیم. برای همین ولی یک روز همین نزدیکتی یک بای بابا زنگم زد. یک بای بابا زنگ زد گفت بابا جی همین چند تا تیلوز باید زکات دی؟ من گفتم که همین یک 85 گرم باشه، یک 2.5 گرم شو با پول بگردون بتی. گفت 80 باشه چی؟ من گفتم که 80 باشه هم بتی خوبه. بعد گفت که چهر کنیم که نتی. اکنی یک ده من گفتم برای ندادنش نیم جز ما میگم خدای مهربان هم این مال نکته بگیره، میشه کم بغل نمیتی هیچ میگردی. این راش گفتم بهتری شما که میگیم خدای مهربان همه یک تنگر صاحب نشه، خدا می بودگیش هم بگیره، میشه تمام میگردی زکات میتی نه هیچی، جانت خلاص. گفتم ای مردک تو نخوا، گفتم بابا و پدر تیلا را ندیده بود، تو مشتی تیلا داری آخی 2.5 گرمی هم را میبری یک همو برادر تا یا نزدیک تا بری بتی. پیامبر بود از الید الاولیا خیر من ید سفلا، دست دهنده بهتره دست گیرنده. خدا دست دهنده داده این شکر نمیکنی. لیکن این بینده تا جایی که چکو کنیم نتیم، تا جایی که بگوی الحمدلله رب العالمین که ای خدای مهربان، ای من مثالی را بین یک نفری هستم که یک در با میبرم مبلغ میتم شرایط میتم. همین که در قرآن خداوند سوره منافقون در آیت 10 یوزر بخونی و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت قال ربی فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. میگه وقتی که بین وقتی خدای مهربان که حالت مشکل و وزمین بالاتون آورد، در جایی که گفت وقتی سر انفاق می رود گفت سر زکات می رود. وقتی که مثال شما زکات ها را ندادین، وقتی خدا میگه حالت یک سکرات آورد یا جان تکیگیری با چی میگوی فیقول ربی، بعد میگفته لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدا یگان ساعتک وقتم نمیتی. همین حالت یک ساعتک بیرون نمیکنی. برای چی؟ الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. همین مبلغام یک زکات بتون، همین مبلغام یک صدقه کنم. یا از زمره آدمای مقصد صالح و نیکوکار باشم. یکی خدا چی جواب میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. الله مهربان میگه اصلا برای تو یک ثانیه دیگه وقت نیست. خدای تو دانا بود که تو مثال چیکار بکنی. برای همین برادرای عزیز و گرامی، اصحاب جده میگه بایها را دیدیم که در یک طرف حبس کرده بودن تا از پولهاشون مقصد ما حسابات بگیریم. اهل جهنم شب بردن جهنم و دیدم توده زیادی مردمی که داخل جهنم میشید اینها زنها بودن. برادرای عزیز و گرامی، روز عید قربان بود میگه در حدیث. پیامبر آمد میگه توده اصحاب گفت که صدقه کنیم، احسان کنیم. این طرف میگه نگاه کرد که زنها هستن، گفتن که صدقه کنیم، گفتن احسان کنیم.
حدیث همی خیلمه یا معشر نسا تصدقنا و اکثرنا الاستغفار. ای زمره زنکا گفت صدقه کنین، استغفرالله بسیار بگین. فإنی رأیتکن اکثر اهل نار، زیرا من دیدم که بسیاری از آتش جهنم در عذاب میکشیدگی خواهرای عزیز گو من دیدم شما بودی. میگه قالت امرأة منهن، یک زنه که به غیرت از بینشون میگه بلند شده گو ما لنا یا رسول الله، چی با؟ چرا ما بودیم؟ چرا زنها بودن؟ قال گفت تکثرن لعن و تکفرن العشیر. ببینید گفت که زیرا شما در دنیا لعن بسیار میگین، سخنهای حقارت زیاد میگین، همچنان زیاد حقارت میکنین، زیاد سخنهای بیجا میگین و همچنان شوهر که بسیار نعمتی بزرگه شکرگزاری در نعمت شوهر نمیکنین. به این خاطر گفت شما را اکثرا عذاب جهنم به من بود.